سلام به همه، خوش اومدین به کانال ماهویدی. امروز میخوایم درباره 15 نشانه یک زن تاثیرگذار صحبت کنیم. بیاین شروع کنیم. شاید قبلا درباره ویژگی‌های یک مرد تاثیرگذار و موفق شنیده باشی، کسی که قدرت، اعتماد به نفس و صداقت داره. اما معنی زن تاثیرگذار چیه؟ مردان و زنان تاثیرگذار برخی ویژگی‌های مشترک دارند، اما در بسیاری از موارد مهم هم متفاوتند. برای مثال اگه مردان معمولاً برای قدرت فیزیکی و انضباط ارزش گذاری میشن، زنان تاثیرگذار ممکنه قدرت و ارزش خود رو به روش‌های دیگه‌ای نشون بدن. اون چه واقعاً یک فرد رو تاثیرگذار میکنه ظاهرش نیست، بلکه درک او از خودش و نحوه بازتاب شخصیتشه. یک فرد تاثیرگذار و موفق به خاطر قدرت شخصیتش از دیگران متمایز میشه. اونا نه تنها با اعتماد به نفس رفتار میکنن، بلکه مسئولیت زندگی خودشون رو میپذیرن. احترام دیگران رو جلب میکنن و تأثیری مثبت بر جهان اطرافشون میذارن. فرض کنین دو زن متفاوت رو ملاقات کردین. زن اول خوشبختی و معنا رو در روابطش جستجو میکنه. وقتی دیگران اونو سرگرم میکنن یا به زندگیش معنا میبخشن خوشحاله، اما زمانی که تنهاست خوشحالیش ناپدید میشه. چنین فردی ممکنه کم تاثیرگذار تلقی بشه، چون نمیتونه برای خودش شادی و رضایت خلق کنه. زن دوم هر روز تعریف خودش رو از خوشبختی و موفقیت میسازه. سخت کار میکنه تا چیزای خوب رو به زندگیش بیاره و برای شاد بودن به دیگران وابسته نیست. این زن یک فرد تاثیرگذاره، چون فعالانه کیفیت زندگی خود و اطرافیانش رو بهبود میبخشه. در رابطه با روابط عاطفی، زنان تاثیرگذار معمولاً جذابن و توجه دیگران به خودشون جلب میکنن، اما این به معنای الزام به بودن در یک رابطه نیست. برخی از زنان تاثیرگذار با انتخاب خودشون مجرد میمونن، چون میخوان ابتدا جنبه‌های دیگه زندگیشون رو رشد بدن. باور کنیم برخی از قوی‌ترین و جذاب‌ترین زنان هنوز در انتظار یافتن شریک مناسب زندگی هستن. چطوری یه زن تاثیرگذار رو تشخیص بدیم؟ چه ویژگی‌هایی به این زنان کمک میکنه از دیگران متمایز بشن؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بیایید 15 نشانه رو بررسی کنیم. 1. استانداردهای بلوغ عاطفی. یک زن تاثیرگذار وقت خودش رو با بازی‌های ذهنی تلف نمی‌کنه. اون به مراسم پیچیده، قرارهای عاشقانه یا انتظارات غیر منطقی اهمیتی نمیده. اونقدر درگیر زندگی پربار خودش هست که بخواد احساسات دیگران رو کنترل کنه یا با اونا بازی کنه. در روابط مستقیم صادق و بالغ رفتار میکنه و همین انتظار رو از اطرافیانش هم داره. روابطش به دلیل این استانداردهای بالا شاد، پایدار و سازنده است. 2. اهداف مشخص و روشن. یک زن تاثیرگذار به حداقل‌ها راضی نمیشه. اون آرزوهای بزرگ داره. میخواد در زندگی به چیزی برسه. بسیاری از مردم بدون هیچ هدف مشخصی روزگارشون رو میگذرونن. اما اون زمان و انرژی میذاره تا خواسته هاشو کشف کنه. اهدافش واضحن و هر روز برای تحقق اونا تلاش میکنه. 3. تعهد به یادگیری مادام العمر. هیچ کس پاسخ همه پرسش ها رو نمیدونه. یک زن تاثیرگذار اینو خوب میفهمه. اون در هر فرصتی ذهن باز و مهارت شنیدن رو نشون میده، چون که میخواد چیزای جدید بیاموزه و با افراد گوناگون ارتباط برقرار کنه. مهم نیست چقدر باهوش باشه، اون اشتباهاتش رو میپذیره. این باعث احترام همه به اون میشه. 4. شجاعت بیان عقاید. زن با نفوذ و تاثیرگذار از بیان اونچه در ذهنش میگذره نمیترسه. اگه با چیزی مخالف باشه، محترمانه نظر خودش رو مطرح میکنه. اگه موضوعی یا کسی باشه که با اون مخالفه، بدون تردید نظرش رو بیان میکنه. البته این به معنای بلند صحبت کردن یا قطع کردن حرف دیگران نیست. تحمیل عقاید به دیگران یه چیزه، اما بیان آرا به روش آروم و سازنده چیز دیگه است. زنان با نفوذ معمولاً این مهارت رو به خوبی یاد گرفتن. پس اگه زنی دیدین که با آرامش نظر خودش رو میگه، احتمالاً فردی است که نمیخواین از دستش بدی. 5. احترام به گذشته روابط.
سابقه روابط یک نفر اطلاعات زیادی درباره سلامت روان و خوشبختیش میده. مثلا اگه کسی همیشه از شریک‌های قبلی شکایت کنه و اونا رو سمی یا خودخواه بنامه، ممکنه نتونه روابطش رو به درستی تحلیل کنه یا خودش هم بخشی از مشکل باشه. اما یک فرد سالم و بالغ حتی اگه رابطش به پایان رسیده باشه، با احترام از گذشته حرف میزنه. اون به جای بدگویی مرزهای سالمی حفظ میکنه و این باعث میشه روابط آیندهش شادتر باشه. 6. مثبت‌گرایی مسری. آیا شما کسی میشناسین که همیشه انرژی مثبت ساطع کنه؟ یک زن با نفوذ هر جایی که میره فضای اطرافش رو روشن میکنه. اون همیشه سعی داره روحیه دیگران رو تقویت کنه. لبخندش الهام بخشه و خندش به دیگران سرایت میکنه. وقتی اطرافیان ناامید میشن، او از اونا حمایت میکنه و امیدوارشون میسازه. در یک کلام اون شادی رو در همه جا پخش میکنه چون یک زن با نفوذه. 7. انگیزه درونی. یک زن تاثیرگذار برای تصمیم‌های زندگیش دنبال تایید دیگران نیست. نظر دوستان، خانواده یا شریک زندگی اونو تغییر نمیده. البته به حرفهای دیگران گوش میده، بازخوردهای مفید رو در نظر میگیره، اما نهایتاً منبع اصلی انگیزه و تایید درون خودشه. اون منتظر اجازه دیگران نمیمونه تا به خواسته هاش برسه. خودش پیش قدم میشه و این ویژگی اونو جذاب و الهام بخش میکنه. 8. مراقبت از خود به صورت حرفه‌ای. یک زن با نفوذ مراقبت از خودشون مثل یک علم بلده. مثلا ممکنه هفته‌ای 2 بار ورزش کنه، به خواب کافی اهمیت بده یا رژیم غذایی سالمی داشته باشه. اون میدونه این عادت‌ها چقدر برای سلامت جسم و روحش مهمه. کسی که چنین برنامه‌هایی داره ارزش واقعی خود مراقبتی رو فهمیده. 9. خوشبختی غیر کامل. به نظرت آیا اون از ضعف‌هاش حرف میزنه؟ یک زن تاثیرگذار به خوبی میدونه که کامل نیست و اصلا انتظار کامل بودن نداره. پذیرش نقاط ضعف و تلاش برای بهبود اونا نشونه احترام به خوده. چون اون میدونه تفاوت بین خوشبختی و کامل بودن چیه. 10. مسئولیت پذیری. همه اشتباه میکنن، حتی زنان با نفوذ. گاهی ممکنه قولی رو فراموش کنن یا کسی رو ناامید کنن. اما تفاوتشون اینه که وقتی خطایی میکنن عذرخواهی میکنن و مسئولیت کارشون رو میپذیرن. اونا سعی میکنن آسیب‌های ایجاد شده رو جبران کنن چون میدونن هیچ کس از اشتباه مسئول نیست. 11. فردیت منحصر به فرد. یک زن تاثیرگذار دوست نداره با دیگران مقایسه بشه. چرا؟ چون میخواد فقط خودش باشه. اون سلیقه، هویت و نگاه خاص خودشو داره. روی پرورش این ویژگی‌ها داره کار میکنه. اگه اونو ملاقات کنین، فردیت بی‌نظیرش رو میبینی. پس اونو با هیچ کس دیگه مقایسه نکنی چون اون تکرار نشدنیه. 12. تقسیم توجه با دیگران. زنان با نفوذ میتونن با اعتماد به نفس از خودشون بگن، اما همینقدر هم خوب گوش میدن. این نشونه بارز یک فرد تاثیرگذاره. اونا موفقیت‌های خودشون رو به اشتراک میذارن اما فرصت میدن دیگران هم بدرخشن. 13. بهبود کیفیت زندگی اطرافیان. یک زن قدرتمند طوری رفتار میکنه که اطرافیانش حس بهتری نسبت به خودشون پیدا کنن. او از دیگران حمایت میکنه، الهام بخشه و اونها رو به نسخه بهتری از خودشون تبدیل میکنه. اون زندگی رو شادتر میکنه، مهربونی و همدلی رو آموزش میده و با رفتارش به تو یادآوری میکنه که به خودت ایمان داشته باش و از زمانت نهایت استفاده رو ببر. هیچ کس مسئول خوشحال کردن تو نیست، اما حضور یک زن قدرتمند و تاثیرگذار آینده رو روشن‌تر نشون میده. 14. استقلال معنادار. بسیار از مردم برای معنا بخشیدن به زندگیشون به دیگران وابستن. وقتی کسی همراهشون نیست، احساس بی‌حوصلگی یا بی‌انگیزگی میکنن. اما یه زن با نفوذ متفاوت عمل میکنه. اون برای شاد بودن یا معنادار کردن زندگیش نیازی به حضور دیگران نداره. از تنهایی خودش لذت میبره و به خودش علاقه داره. سرگرمی‌ها و علایق مستقل خودش رو دنبال میکنه. زمان تنهایی رو فرصتی برای رشد میدونه، نه نشونه‌ای از شکست. برای او وقت گذرونی با دیگران یک انتخابه، نه یک ضرورت.
15. اعتماد به نفس ساخته شده از تلاش. اعتماد به نفس واقعی یک شبه به دست نمیاد. یک زن قدرتمند تاثیرگذار بارها و بارها توانایی‌هاشو اثبات کرده تا به این نقطه رسیده. چنین زنانی معمولاً در موقعیت‌های رهبری و تاثیرگذاری دیده میشن و با آرامش و اطمینان مسئولیت‌ها رو میپذیرن. موفقیت‌های حرفه‌ای تنها یکی از راه‌هاییه که اعتماد به نفس و عزت نفس بالای این زنها رو نشون میدن. این زن قدرتمند برای رسیدن به این جایگاه سخت کوشی کرده و حالا حاضر نیست فرصت‌های ارزشمند زندگیشو هدر بده. پس به او احترام بذارید چون قطعاً لیاقتشو داره. با تشکر از شما که تا پایان همراه بودین. فراموش نکنید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای الهام بخش و انگیزشی بعدی رو از دست ندید. ویدیوهای کانال ماهویدی همگی ارزش تماشا دارن چون از منابع معتبر روانشناسی گرفته شدن که در دیسکریپشن هر ویدیو میذارید. پس حتما ویدیوهای دیگه از کانال ماهویدی رو تماشا کن. هدف این کانال ایجاد یک محیط صمیمانه به همراه آرامش و تقویت انرژی و انگیزه برای زنان هست. به زودی محتواهای شگفت انگیزتری میان. وقت بخیر. خدا نگهدار.